در این قسمت میخوام ساخت اکانت رو در صرافی‌های مختلف به شما آموزش بدم. صرافی‌های غیر متمرکز و متمرکز. در جریان هستید که صرافی‌های مختلفی در دنیا هست که یک سریشون معتبرن، یک سریشون معتبر نیستن. من میخوام معتبرترین صرافی دنیا رو خدمتتون معرفی کنم، بایننس، و نحوه ساخت اکانت و کار کردن در این صرافی و در اسپات و فیوچرز کامل به شما آموزش خواهم داد. این آموزش کامل رو براتون در کانال تلگرام خصوصی ارسال میکنم. اونجا کامل 0 تا 100 برای دوستانی که مبتدی هستن و میخوان کار کردن با یک صرافی آموزش ببینن خواهم گفت. دوستان در جریان هستید بالاخره صرافی معتبر دنیا مثل بایننس ما ایرانی‌ها رو تحریم کرده. حالا اگر در یک کشور خارجی هستید، پاسپورت اون کشور دارید، کارت اقامت اون کشور دارید، حتی توی ترکیه هم باشید، میتونید توی خیلی از صرافی‌های دنیا اونجا فعالیت داشته باشید و KYC و اعراض هویت بشید. اما اگر توی ایران هستید بایستی از صرافی‌های استفاده کنید که با ما ایرانی‌ها مشکل نداشته باشه که به شما معرفی خواهم کرد در اون کانال تلگرامی خصوصی. خب دوستان، صرافی غیر متمرکز هم داریم که اونم باز دوباره یکی دو تا از بهتریناشو خدمتتون شرح خواهم داد که نحوه کار کردن باهاش به چه شکلی، چجوری ما میتونیم پولمون رو واردش کنیم، یک ارزی رو بخریم و دوباره به والتمون بزنیم. 0 تا 100 همه این آموزش‌ها رو در کانال تلگرام خصوصی به شما خواهم گفت.